با عرض سلام و درود در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. امروز با هم چند گفتنی ها را خواهیم گفت و در نهایت شما را از چند خبر و رویدادها آگاه خواهیم کرد. حالا توجه کنید به نامگوی موضوع هایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می گردد. با طلب تاجیکستان پناهجوی تاجیک از اتریش استرداد می شود. تاجیکستان به کرانتینی آنهایی را که از کشورهای ایران، کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا برمیگردند آغاز می کند. عربستان سعودی را هم کرونا ویروس ترساند. ورود زائران حج عمره به سعودی منع شد. مقامات استرالیا تصمیم گرفته است که پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده 29 ساله را به تاجیکستان فرستد. شاولی زاده از 22 ژانویه تا به امروز در بازداشتگاه است. در صورت استرداد شدن این پناهجو به تاجیکستان با شکنجه و بدرفتاری مقامات تاجیکستان مواجه خواهد شد. به گفته نفران آگاه، شاولی زاده سال گذشته به خاطر دریافت پناهندگی به اتریش آمده است و رسما عضو یگان حزب و سازمان نبوده است. اکنون در نظر است که حزب الله شاولی زاده را روز 4 مارس از استرالیا یعنی اتریش به دوشنبه بفرستند. محمود جان فیض رحمانوف مسئول روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان در توییتر با نگران نوشت که الکی بلیت حزب الله را خریده اند. وایسیدین آدینایف فعال سیاسی تاجیک شاولی زاده را میشناخته است. ضمن صحبت با ما گفت سبب اساسی بازداشت حزب الله شاولی زاده رد شدن درخواست پناهندگیش در اتریش است. علاوه بر این مقامات تاجیکستان این پناهجوی تاجیک را تحت جستجو قرار داده از جمله به افراطگرایی متهم کردند. یکی از سبب‌های مهمش برای چه این برادر امروز در زندان قرار دارد و او باید دیپورت شود این میباشد که در کشورهای اروپا وقتی که تو درخواست پناهندگی کردی و درخواست تو پای در پای رد شد، این کشور حق دارد که شما را به زندان برند، در آنجا جا کرده و از آنجا الکی تقریبا بعد 1 ماه 2 ماه 3 ماه شما را به دولت خود روان کنند. دوم سببش این میباشد که درخواست‌های پای در پای مقامات کشور، مقامات تاجیکستان به این کشور اتریش که این را فوراً به ما روان کنید، فوراً دیپورت کنید که چون این دلایل جناییش این در جستجوی دولت قرار دارد، این اکستریمیسم میباشد، این فلانی میباشد. ولی نگفته نماند که بعضی برادران میپرسند چرا امروز ما از حزب الله معلومات پیدا کردیم یا نامش را شنویدیم. من همین ذکر کردنی هستم که هر یک نفر قصد خود را دارد، کار خود را میداند و امروز مهم نیست که حزب الله باید حتما در کجای فعال می بود که ما همه ما و شما رو میتونستیم ببینیم و بهره ببریم از فعالیتاش. ولی هستن انسانایی که با قصد خود، یک کسی قلم تیز دارد، کسی سخنگوی خوب است، کسی برنامه‌ریز و برنامه‌ساز خوب است و با همون قصدش در یک ساختار، در یک روند، در یک برنامه کار میبرد. برادر بزرگش در روسیه سال 2014-15 ربوده شده بود و چطوری میدونیم که بالای علیه و بالای این مردم یزدگلام یک مبارزه خواست خود را این رژیم میبرد و از جمله امروز الکی نه تنها از پشت حزب الله هستند بلکه تمام دیگر اندیشانی که در خارج از کشور پناهندگی میخواهند یا اینکه قرار دارند، مقامات کوشش دارد که الکی با راههای دیپلماتی به مانند فروخته شدن مصطفی حیاتوف از دولت پولند به تاجیکستان شهر میدونیم برادر خیلی فعال بود، برادر مصطفی نیز در جستجوی دولت قرار داشت ولی این سبب نشد که این در اینجا پناه یافت یا اینکه قبول شد، بلکه با راههای دیپلماتی توانستن او را چیکار کنند؟ دیپورت کنند و این برادر هم نیست در همین حالت قرار دارد. ولی تنها گفتنی هستم که ما خسته نیستیم، یگان ضرری نمیترسیم، بلکه ما با راههای کنسترکتیوی و قانونی کوشش داریم که سر راهی چنین حالتها را گیریم و توانیم
به این برادرها کمک کرده و امروز تشکر و سپاس خود را به یکایک آنهایی که امروز در این قضیه و در چنین قضیه ها بی‌طرف نیستند و دستگیری میکنند، فعال هستند و به برادرایی که امروز پشت پرده و آمادگی به برنامه جدید به این قضیه آمادگی دارند و به روزهای نزدیک ما پیشکش شما میکنیم و آن برادرها را نیز برنامه خود را نشان میدهند. دیگر با طلب دعا که در حق برادران دعاگو باشین هموطنان گرامی، چون که این روز بالای یکایک ما به شما میتواند بیاید و نگفته نماند که امروز رژیم امامعلی رحمانov با این راه اکو میخواهد که میانی مخالفی خود را شکند، ولی همین پیغام دادنی هستیم که ما هنوز شکسته نیستیم، ما خسته نیستیم، برعکس با همین چهره ها، با همین راه ها، با همین قلم ها، با همین گفتگوها انشاءالله کوشش داریم که علیه شما مبارزه بریم و حقیقت به این مردم مظلوم رسانیم و امروز انشاءالله از خداوند امید داریم و طلب داریم، دعا داریم که این برادر ما هر چه زودتر آزاد شود. هرچند از جانب مقامات تاجیکستان تا حال در این باره چیزی گفته نشده است، ولی از گفته ویسیدین آدینایف معلوم می شود که جانب تاجیکستان طلب استرداد این نفر را کرده بوده است. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نام 10 عضو حزب و سازمان‌های سیاسی را که فعالیتشان در قلمرو کشور منع شده است بر روی خط سیاه وارد نموده در پیگرد قرار داده است. ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، با نفوذترین سازمان بین المللی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های با نفوذ حامی حقوق بشر چندین مراتبه با اظهار نگرانی گفتند که حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه‌های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تعقیب و تهدید و بازداشت می‌کند. حالا مقامات تاجیک در سیمای دلخواه تاجیکی مهاجر مخالف نهضتی و گروه 24 را می‌بیند. به طور مثال اگر مبادا یک نفر با یک نهضتی چند سال پیش هم صحبت شده بود و یا دوستی و خویش و اقرباگی داشت، هیچ صابون این جرم او بیچاره را شسته نمیتواند. هر کسی فکر و اندیشه آزاد دارد، هر کسی آرزوی زندگی آسایشته و آزادانه میکند، او در نزد حکومتیان ما تروریست است و اکستریمیست است. در هر کنج دنیا باشد باید او را دستگیر کرد و به کنج زندان انداخت. کار تا جای رسیده است که در هر کجای اگر حکومت تاجیکستان گفت و شنید دیپلماتی انجام میدهد، در زینه اول مبارزه با مخالفانش می ایستد. یعنی اگر رئیس جمهور و یا یگان وزیر یا جزیره به یگان کشور سفری رسمی انجام دهد، شما چی فکر میکنید؟ پیش از همه چی مسئله را در مد اول میگذارند؟ البته سپاریدن یا استرداد مخالفان. باور ندارید؟ دلخواه شهرنامه های ضمن سفرها به امضا رسانیده و یا مسئله های گفته شنید شده رهبریت کشور و یا وزیران را از رسانه ها یافته مطالعه کنید. همه رئیس جمهورها ضمن سفرشان پروژه های میلیاردها دلاری به امضا رسانند. رئیس جمهور ما بیش از همه به دو چیز اهمیت میدهد: اول استرداد مخالفان و بعد گدایی و صدقه پرسی. دیگر مسئله ها همه برای رئیس جمهور و وزیران و جزیران ما مسئله های حاشیه‌ای هستند. همین شب روز صدها استادان دانشگاه، ضیائیان، حتی دانشجویان داخلی کشور، روزنامه‌نگاران سر خود را گرفته خاک کشور را ترک گفتند. یعنی به زبان کوچکی گوییم گریختند. حالا نمیدانند به کجا روند و در کجا از دست این رژیم ظالم خود را نجات دهند.
همین شب روزها 10 نفر به ما زنگ میزنند، میپرسند که چگونه به خاک اروپا گذرند و پناهندگی پرسند. اکثر این نفران مثل حزب الله شاولی زاده یک روز هم در سیاست نبودند. حتی در صورت وارد شدن به خاک اروپا ضمن سوال جوابی مقامات مهاجرت نمیدانند چی بگویند. همین است که نهایت پرونده صدها پناهجویان منفی حل شده است و آنها را استرداد تهدید میکند. در حالت استرداد باشد، در کشور این بیچاره ها را ظلم و ستم، قصد به جان و عذاب و عقوبت و شکنجه و زندان تهدید میکند. نمیدانند سرشان را به کجا زنند. جرمشان چی است؟ جرمشان تنها این است که میخواهند با نفس آزاد زندگی کنند. میخواهند به جایشان دیگران تصمیم نگیرند. همین است، تمام. ای بیخردان، آیا همین نمود کشورداری را در یگان کنج دنیا دیده اید؟ این چه ظلم است؟ آیا همین کشورداری است؟ فقط شما حق زیستن دارید. اقلاً انسان بودنتان را به یاد آورید، چون سر و کارتان با انسان هاست. اکنون گزارش همکارم عایشه محمدی را از چند خبر و رویدادهای تاجیکستان و جهان بشنوید. تاجیکستان به کرانتین آنها شروع کرد که از ایران، کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا برمیگردند. همچنین مقامات تاجیک لغو پروازها به کابل را به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور بررسی می‌کند. از روز 26 فوریه همه آنهایی که از ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران وارد خاک تاجیکستان میشوند به کرانتین فرا گرفته خواهند شد. وزارت تندرستی میگوید این تصمیم به خاطر پیشگیری از پخششوی ویروس در تاجیکستان گرفته شده است. امکان دارد روزهای نزدیک پرواز خطسیر کابل دوشنبه قطع کرده شود. قبلا مقامات تاجیکستان پروازها به چین و ایران را به دلیل گسترش ویروس کرونا در این دو کشور قطع کرده بودند. در همین حال کرونا با سرعت در کشورهای جهان پهن می شود. شام دیروز از رسیدن این ویروس به پاکستان، اتریش، مکدونیا و برزیلیا خبر داده شد. شماره گرفتاران به ویروس و جان باختگان از آن در ایران هم در حال افزایش است. طبق اطلاع شام دیروز در این کشور 141 نفر مبتلا و 19 جان باخته به قید گرفته شده است. در شاهراه ولایت اکتوبه قزاقستان اتوبوس با 48 مسافر چپه شده است که 45 نفری آنها را شهروندان تاجیکستان تشکیل دادند. به اطلاع پیشکی عامل سر زدن صدمه یخبندی راه ارزیابی می شود. اتوبوس مسافربر که سمت یکاترینبورگ حرکت میکرد در شاهراه کرابوتاک کوستانای از سبب لغزان بودن راه به کنار مسیر برآمده چپه شده است. از 48 نفر مسافری در اتوبوس بوده، 45 نفرشان شهروندان تاجیکستان و 3 راننده اتوبوس شهروندان قزاقستان بودند. بر اثر چپه شدن اتوبوس یگان نفر از مسافران جراحت وزنی جسمانی برداشتند و پلیس راه فوراً مسافران را از جای حادثه انتقال داده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که به خاطر پیشگیری از ورود ویروس کرونا به این کشور صدور ویزای عمره قطع و زیارت مسجد نبوی را به خارجیان منع کرده است. همچنین ویزای سیاحی این کشور به ساکنان کشورهای که ویروس در آن مشاهده شده است داده نمی شود. در همین حال به سبب به خاطر پیشگیری از ورود ویروس کرونا بسته شدن مرز عربستان سعودی 48 شهروند تاجیکستان که نیت حج عمره را داشتند و در راه به سوی مکه و مدینه بودند در شهر دبی درماندند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفته است زائران تاجیک در شهر دبی امارات متحده عرب انتظار اشاره یا تصمیم بعدی عربستان سعودی هستند. آنها عین حال در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارند و انتظار اشاره یا تصمیم بعدی کشور میزبان یعنی شایگری عربستان سعودی هستیم. اگر اجازت شد آنها با سفر عمره سفربر میشوند. در عکس حال
آنها از جانب شرکت به وطن باز آورده میشوند. این دستور یا این محدودیت به کشور ما نیز متعلق است و من بعد شرکت های سیاحی رسول ساختمان و آرمان موقتا از سفر برنامه‌ای شهروندان تاجیکستان به خاطر ادای زیارت عمره خودداری خواهند ورزید. گفتنی است با هدف پیشگیری از سرایت کرونا همچنین بازی‌های لیگ قهرمانی آسیا نیز توقف شده است. امکان زیادی لغو شدن المپیادی امساله که قرار بود در ژاپن برگزار شود زیاد است. درگیری‌ها بین هندوها و مسلمانان در دهلی پایتخت هند تاکنون 23 کشته به جا گذاشته است. اوروین کجروال سروزیر دهلی خواهان حضور ارتش در بخشی از این شهر شده است. همچنین گفت باید مقررات رفت و آمد در این ناحیه که خشونت فرقه‌ای در آن رخ می‌دهد برقرار شود. بنا به گزارش‌ها 189 نفر زخمی شدند و به فروشگاه‌ها و خانه‌های مسلمانان آسیب رسانیده شده است. قربانیان از هر دو طرف درگیری هستند. روزنامه‌نگارانی که از نزدیک شاهد درگیری‌ها هستند، پلیس دهلی را مقصر می‌دانند که اقدامات لازمه را برای جلوگیری از غارت و آتش زدن نگرفته است. روز یکشنبه بین طرفداران و مخالفان قانون جدید شهروندی زد و خورد صورت گرفت. منتقدان میگویند این قانون ضد مسلمانان است. در دکامبر سال 2019 مجلس اعیان پارلمان هند لایحه شهروندی مهاجران غیر مسلمان از کشورهای همسایه را تصویب کرد. منتقدان دولت میگویند که این لایحه بخشی از دستور کار دولتی ملتگرای هندو برای به حاشیه راندن 200 میلیون مسلمان این کشور و اهانت به اصول برابری در قانون اساسی است. با این حال دولت تبعیض‌آمیز بودن این برنامه را رد میکند و میگوید هدف آن کمک به اقلیت‌ها برای فرار از سرکوب است. بینندگان عالی قدر ما، اینجا برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. تماس با ما با پیام فرستک های وایبر، ایما، واتساپ و تلگرام توسط رقم 49 15 16 46 15 947. موفق و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، صدای جدید در فضای اطلاعات. نصب ضمیمه نوی رادیو پیام در اپل و اندروید برای تلفن‌های همراه و لاب‌های الکترونی پلانشت به شما امکان می‌دهد که 24 ساعت تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های دینی و فرهنگی، قصه‌های جالب و شنیدنی، گفتگوهای مستقیم با سیاستمداران، کارشناسان و ضیائیان را بشنوید. با ما باشید. رادیوی پیام، همسفر به سوی زندگی بهتر. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net